برگشت به رحمت از حسرت به وصلت چی انتظاری زیبا. بعضی ها انتظار وصلت گذشته میخواهند که برگشت نداشته باشد. نفر آینده را میگوید که خود نمیداند. نفران خواهشهایشان را قفل میکنند و در پنجه نافهمی ها پیچیدند. لیکن وقتی عمل چقدر دیگر شده باشند و چقدر فرق کنند هم زبان یکدیگر را فهمیدن حضور به میان می آورد. اساس در همین است. اما وقتی که از زبان و روش و حال نفهمند و مثل نافهمی های نوی هفت بهار یکی تمام نشده دیگری پیدا می گردد. دوغان راست میگوید سرما. مگر تو زبان خط داده او را آزاد کردی؟ سرما بیست. دیدی عمر چخیل عشق رنگ همه چیز را دیگر میکند. آرام شو پسرم، آرام شو. شرم میدارم که تو را جیانم گویم. همه زنهای این آیله به تو همچون فرزند خود مناسبت کرده. حق مادری دارن. مگر این از پاداش مادری ما تو را کم مهربانی کردیم که با ما چنین رفتار کردی؟ مینت نکنید اما برای پاداش شده به من خوبی میکرده باشید. من احتیاج به خوبی شما ندارم. مگر شما 8 سال در نزد من بودید؟ دخترم تو با یعقوب باش. شین پسرم، شین. از پس سرما رفتم اما نایستاد. کاری خیری رو پرتافته به اینجا برگشتن. اکنون برای اینجا ماندن سبب نمانده است. این چی معنی دارد عمر؟ تعییناتم رو میخواهم بابا. از اینجا میروم. این چه میشود عمر؟ همه چیز رو پرتافته میروی؟ کدام همه چیزم من؟ همه چیز گفته به اینجا برگشتم، لیکن هیچ چیزم نمانده است. مادرم را از دست دادم، پدرم باشند در حبس، عمکایم مرا چشم دیدن ندارند. سرما باشد. از روزی به اینجا اومدنم غیر از درد و فریب غم و اندوه دیگر چیزی ندیدم. بعد اینقدر حادثه ها در اینجا ماندن من یگون معنی ندارد. خودی همین روز درخواستی تعیین میدهم، میروم. سرما، یک کارت به دیگرش موافق نیست. مادامی که نمیخواهی چرا مرا از زندان برآوردی؟ سببش رو از من بهتر میدونی. سرما، با تو گپ دارم.
مادرجان شما رفتن گرید من بدتر میآیم. پسرم به خانه میرفتیم؟ خیر مایش خودت میدانی. چرا اینقدر دیر برگشتی؟ ترسیدم که با تو حادثه رخ داده است. کارهایم را تمام کرده آمدم سعیده. اپم را در مکتب بپرستار اونجا کردیم. او هم خواهش کرد که دکان رحمتی پدرم را به کار درآوریم. دو چشمم بر راحت بود. خیال کردم که از من روی گردوندی. مگر از روی گردونده میتوانم؟ کاش میدونستی که به تو هر یک نفسی گرفتم دلم را میخراشی. به تو قول داده بودم که با تو ازدواج میکنم. اگر سرم رو زیر تیغ گذارندم از خود دست نمیکشم. حلیمه زبانت را خوردی مگر؟ بگو از کجا اینقدر پول یافتی که با آن احمق روان کردی؟ تلو نمیکنم میگویم. حلیمه من از تو میپرسم. تلواری هایم را فروختم. اما قسم میخورم که دیگر تکرار نمیشود. دیگر به تو چی گویم حلیمه؟ چی گویم؟ حلیمه چرا دروغ گفتی؟ این چه هست؟ من تو رو باز کی دیده میتوانم سعیده؟ حلیمه زود دخترت را گرفته به خانه بیار. زودتر. من با تو چی گویم؟ وقتی که بیانات نوشتی که داغن آزاد شود فکری مرا کردی سرمه. یعقوب آغشته خون بود و از سری من چی ها گذشت. من در چه حالت بودم. تو سوختنی مرا فهمیده میتوانی سرمه؟ یعقوب چی گناه داشت؟ او با عربش به زور زندگی میکرد. تو باشی کسی را آزاد کردی. قصد جانی او کرده است. مگر خودت نگفته بودی که یعقوب به تو مثل برادر است؟ به کسی نزدیکت همین خیل رفتار میکنی. پس همه مهر و محبتت ساخته بوده است. این طور نگوید اما جان. میخواهید دانید که چرا من این کارو کردم. مقصدی داغان حبس شدن نزدی اما که علیم در اومده رو کشتن بود. فهمیدید اما جان؟ برای نجاتی اما که علیم مجبور شدم که دروغ گویم. اگر داغان رو از اونجا نمی برآوردم آنگاه عمر پدرش رو تماما از دست میداد. سرمه این گفته هایت درست است؟ فکر میکنید که بعد این قدر از کارها داغن رو بخواهش دلم حمایه میکنم؟ من دیگر علاج
ایلاج نداشتم اما آرام شو دخترم. من این طرفش رو فکر نکردم. لیکن این مراتب عمر رو از دست دادی. شما چه گفتن میخواهید؟ عمر از اینجا رفتنیست دخترم. اینجا تگی کاسه نیم کاسه ای نباشد. سرما که خود اینقدر حقیقت پرست است چرا دروغ گفت؟ این رفتاری او رو نفهمیدم. البته نمیفهمی جیان. سرما نمیخواد که تو دانی، برای همین حیران میمونی که چرا نجات داد. احمق، تو یگان چیزی دیگر رو میدونی؟ داغن تو هم میدونی. داغن تو هم میدونی. با من نگاه کن. سرما تو رو دوست میداشت است. خودش با من گفت. عمر همه چیز رو ترک کرده کجا میبری؟ چرا از اینجا رفتن میخوای؟ عمر بگوی. آخر پیش از به اینجا آمدن چه آرزو و چه نقشه های داشتیم. تقدیری هفت بها رو عوض کردنی بودیم. مگر سببش مانم؟ نه چرا این تا فکر میکنی؟ از اینجا رفتنم سبب های زیاد دارد. مادامی که پرسیدی من میگویم تو سبب نیستی. زیرا در حیات من سرمایی که با من بی‌وفایی کرد دیگر نیست. تو دیگر در حیات من نیستی سرما، نیستی. عمر التماس این کارو نکن. خودت میدونی که نسبت به تو چه حسیاتی دارم. چه اشتباهی کردم که به اینجا آمدم. دیگر در اینجا ماندن نمیخواهم، بیفایده. عمر به من گوش کن. من تو رو آخر میدونی خودت رو به نادانی میزنی. چی کاری کرده باشم به خاطر عشقمون کردم. با من باور کن عمر، باور کن. سرما التماس این گپا رو مان. هر یک سخنت به من یک گفته یک دروغی میتابد، میفهمی؟ بس کن. هم خودت رو حیف نکنم، هم مرا دیگر نسوزان. عمر در اصل تو درونی مرا میسوزانی. به چه هوا گرفتار شدنم رو میدونی. تو رو دوست میدارم عمر. رفتنت رو نمیخواهم. آخر با چه آرزو و امید به اینجا آمدیم. سرما این چه محبت برای عشقت شده این کار رو کردی. در یک قلب دو محبت جا نمیگیرد، یکیش باید نیست شود. نفری رو با امید کرده داغن رو چرا نجات دادی؟ تو خودت چی میخوایی آخر؟ فهمون سرما. آخر من این رو به تو فهمونیده نمیتوانم. اقلا کمی هم فهمونده میتوانی سرما. اکنون فهمیدی که من چی قرار برآوردم. دیگر کوششی در اینجا نگاه داشتنی مرا نکن سرما. قرارم قطعی است. احمق، مرا فریب مده. سرما هم مرا دوست می‌دارد. دیوانه‌وار. درست دوست می‌داشت در گذشته. دختری بیچاره با من دردیدی کرد. از ناز و نوزی عمر بیزور شده است.
از روی سخنهایش او دفتری عمر را محکم کردن است. کارهای انجام داده ای تو تاثیرش کرده است. دلش با تو مایل است یا با تو؟ شما راست میگوید عمک؟ سرمه در حقیقت من رو دوست می داشته باشد. دوست می داشته باشد چی؟ با سرمه وعده دادم که با کسی نمیگویم. گوش کن، از این گفته های سرمه خبردار نشود که دیگر من چیزی نقل نخواهد کرد. عمک جان، تو یک تا تو به دختر بیچاره کمی فرصت ده. عمر دیگر صد راه نیست. چهلی که شنیدم از اینجا دفع شده میرفته است. عمک جان تو پروا نکن، وضع بسیار نپرس. اگر مرا دوست می داشته باشد کفایه، اگر خواهد یکون انتظار می شد. گفته هایت را چون سیر نگاه می دارم، خاطر نشو. برای این خبرت از تو قرض دارم. بگو چی خواهش داری؟ جیان، من هم عمکم. چخیلی که گفتن عمک نیستی پدر. یکان روز کاری مرحبت تو میافت است. تو در برم باشه کفایه. بیا رفتیم. در کوچه در پیش چشم مردم با پسری بگونه گپ زده ایستاده باز بپرسی که چیکار کردم. پدر جای چی شده است نمیفهمم. دختر، تو نامی مرا آبرویم رو به خاک سیاه زدی، فهمیدی؟ یکم کاری بد نشده است پدر جان، نیتش جدی. نیتی من جدی نیست. مگر من با آنها نگفتم که دیگر به درم ناید، من به شما دختر نمیدهم. بس کن حمزه، آروم شو، دخترم بکشی. به نام خدا قسم میخورم که یک بار دیگر با او ببینم، هم تو را هم او را زنده نمیمانم. من گفتم را میکنم. من خودم رو میکشم. بس بودگی، بس. ایستا حمزه، آروم شو. من برای تو حالا قهوه تیار میکنم. رو حمزه. فایده این موها را میبرارم و پگاه به نزدتان میآیم. تشکر محمد، برای کار. با شما هم برای کار. آروم بوریا خاله، خوش آمده. پسرم، جانم، شیرینم، تو رو یک بینم. مردی پهلوان شده ای، پهلوان جانی خاله. خوش آمده. خوش آمده. خوش باشید. در حقیقت هم پهلوان شده. نگاه کنید مویلف هم دارند. مادرت را شنیده خیلی غمگین شدم. خدا رحمت کنه. نصیبت همین بوده است. تقدیری عجیبی داری پسرم. مادرم گذاشتند، از دستم هیچ کار نامد. بیا مادری میانم را خم کرد. به من نگاه کن، هیچ وقت نگوی که مادرم مرده است. ببین بازت مادری دیگری داری. شو بس مرا نگیری. خدا رحمت کند اکای عمر. ما هم جنازه داشتیم. اندرمانی در خودمون شده آمده نتوانستیم. سیده؟ ایست پسرم، ایست. سیده! ایست. رفتیم با هم به خانه رویم. کمی دردی دل میکنیم. رفتیم پسرم. سیده؟ ابا بزور شدم از این کارو، به خدا بزور شدم. باز چی شد سیده؟ کنی به اینجا شین. پدرم مرا زد چون که مرا با هارون دید.
شد بس کن بس کن. ها فکرت کودکو بیادبی نکردن انشالله یگان چیز خوردن؟ ها خواهدیر نشه. خب گرسنه نموده باشن شد. ها فکرت داغن را آزاد کردن. خیر آزاد کرده باشم بسیار خوب. تو یگان بار بسر و لباسی خودت اهمیت میدهی؟ با بازار رو برای خودت یگان لباسی زیبنده بخر. این چی سر لباس؟ بسر چی بستی؟ چه ها میگویی فکرت؟ چرا باید صدرم بگیرم؟ بسر و لباسم چی شده است؟ بسر و لباس چی شده است؟ برای چیزی باید رو پنهان میکنی؟ کاری دیگر ندارم که تو را یادیم. ثروت لبای بابا جون. کمی خیز میرویم کارهایمان بسیار. نه نمیتوانم. مادرم وعده دادن که از بیمارخانه برگردم به من قرآن خونی رو یاد میدیم. نه مادر دستکای بود پیش از من آمدن را سرگرد است. این گردن شخی را از مادر دمختی ها؟ گوش کردنی بابا هم ثواب است. پسر اگر بیا کار کنی را یاد میدیم. کار کنی را یاد میدیم. بخیر است آقا جون؟ البته بخیر. از این پس ثروت را با خودم میبرم. با من میرود فهمیدی؟ با من. لیکن من میخوام نزد مادرم مونم قرآن خوانی را یاد گیرم. مولد یاد گیرد کاری بد نیست. کودک آخر خودش میخواهد. بله بابا جان میخواهم. اگر آموختن خواهد من میآموزانم. مسجد روان میکنم پلش را میدیم میآموزد. فهمیدی؟ اما کدام وقتی که من خواهم انا همون وقت میآموزد. فهمیدی؟ پیش درایی. آقا جان التماس میکنم کودک خودش میخواهد. حواسش رو برباد ندهید. وظیفه خانگی هم دارد. شما میخواهید ثروت از درس و عقل مونه؟ کلین اصلا تو احتیاج به آموختن داری. بیاد در محله ما از این خوبترش است. چرا از اونجا نگرفته؟ از اونجا میگرفتم لیک با علیا این نمودش معقول شد. در محله ما این نمودش نیست. خیر میلش 500 لیره گفتی؟ بله 500. میلش این رو نقص یک پیچونید بگو در آمده میگیرم. خب برای کار. سلامت باشید. فخری گوش کن. لبایکه در خزینه همون چقدر پول است؟ به خدا 5 سنگ هم نیست. آقای هاشم پول را جمع نشده در حال میگیرن. فهمو از پی گرشن. خیر تو بزدی. لبای ینگه حلیما چی وقیه؟ پدرم؟ نمیدونم. ها دیدم. یک لحظه صبر کنید. فکرت اینجا بیا با تو گپ دارم. ینگه حلیما شما رو میپرسم. آدم توبه کلین شاید حاضر می آیم. راه گرد نزد اما که همساعت می رویم با تو بد گپ میزنم. راه گرد. در نبودن شما اینجا همه پیش در پیش شطوریه. برادر با برادر دشمن شد. خانه ها ویران شدن. یعقوب چیل است؟ شکر خدا جای خوفش نیست. امروز تا پگاه به خود می آید انشاءالله. احوال سیده چه خیل است؟ هارون حالا هم از سیده دست کشیده است. آقای حمزه رو میدونی روی خوش نشون نمیدید. گفته خواستگاری میاییم. جایی نماند که نگفته باشد. نمیدونم چی کار میکنی. نه حس میکنم با او واقعی روی داده است. تو رفته نبینم آروم نمیشه. اما که عمر او را دیده نمیتوانی. در جوانی حمزه رو میخواستی او رو رد کردی.
دشمنی بین شما از همان دوره سر شد. این کار دل است رابیه. هرچی شدنش ممکن. دشمنی تو کی؟ او را رد کردن در تمام محله آوازه شد. حمزه حس کرد که آبرویش پست می شود. این را او فراموش کرده نتوانست و به تو قصد کرد. ببخشید اکای عمر، من به بیرون برایم. هارون به کجا پسرم؟ خاطر نشوید، زود برمیگردم. سعیده بس کن نگاه کن، مسخره مردم گشتیم. هارون احوالتون رو میدونم. شاید این کارو کمی به تاخیر گذاریم. تو خودت میدونی که سعیده باید با مکتب رود، آن را ختم کند. بله میدونم. من هم در حال توی کردنی نیستم. فقط فاتحه. من انتظار میشم. مایلش، من شما رو تنها میگذارم. کمی صحبت کنید، لیکن با دقت باشید که این کار تهمت رو نمیبردارد. خیر. هارون چی کار میکنه؟ پدرم نامت رو شنود، جای حمله کنی میگوبد. از دست نمیکشند. خواه به زوری با رازگی خدا ما یک جای میشوی. سعیده کمی صبر میکنی. شاید کمی فرصت لازم است. البته پدرت ملایم‌تر میشود. در اصل ما باید سوستیمان رو نشان ندهیم، وگرنه مغلوب میشویم. ما نباید مغلوب شویم. سعیده با رازگی خدا ما یک جای میشویم. خدا خواهد. سعیده فقط تو انتظار شو. هاشم نمیدانم چیکار کنم. چند بار با آنها گفتم که دختری به شما میزادگی ندارم، اما آسان است که آسان با یک کند میکشم، به خوبی میفهمانم دیگر تکرار نمی کنند. به خوبی نشد هاشم. چند مراتب گفتم علاج دیگر باید یافت. اما که حمزه با سعیده چی شده است؟ چی شده است؟ او رو غمگین دیدم. فهمیدم که هارون آمده باز از پسی او دویده گشت است. خوشم نآمد مک. یک درس آداب دادنی بودم و گفتم اول رازگی شما را گیرم، بعد فهمیدم اکا، فهمیدم. این سگ بچه که بخبرو نمیفهمیده است. پس ما هم با زبانی میفهمیدگیش که میزنیم. شب یک جمع شده راه حل این مسئله را میبینیم. خیلی که گفتند برابری قوت میباشد. فکرات پیش درا. در کجا میگردی؟ تو با بین پدر شما چی کار کردید؟ پدر خانه گفتم سردی کارو درم کرد. به خانه درا نگاه نکن، را گرد. درا گفتم. پدر چی کار میکنید؟ سعیده خوبی؟ حلیمه این دختر را در خانه محکم کن، دیگر از خانه نبراید. راهگرد همه رو شرمنده کردید. پدر سعیده راهگرد زود باش. پدر شما چی کار کردید؟ آخر وای دخترتون میشود. در جوانی همه خطا میکنند. آروم شوید، اینقدر بد جهل نشوید. بگذار عبرت شود.
خر با من 500 لیره لازمه. با کودکون لباس میخرم. پدری میکند. اول تو شوهر شو، زنت را برادران، بعد پدری میکنی. چی شد؟ علیا باز به شما ناحرمتی کرد. حرمت را داند که حرمت کند. بعد میفهمانم راه گرد. چی شد هارون؟ مکتب را از سری نو خوندنی چی؟ نه اکای عمر. از نزد مکتب میگذشتم با یادم اومد. محبتمون با سعیده در همین جا سر شد. او در صنف 2 میخوند و من باشم در صنف 5. از اون وقت این جانب دوستش میدارم. تو میدونی که او حالا هم میخونه؟ میدونم. فراموش نکردم. بیایید مسابقه میکنیم اکای عمر. کنی که زودتر به درخت میبره؟ نه. باز میخوایی که مغلوب شوی؟ یگان مراتب غالب برآمدن رو یاد داری؟ در یادم از خیلی از درخت افتیده بودم. اما فکر کردم که مردم. در پشتم حالا هم ایزش مونده است. خیر بیا گبزنی را بس کن و پیش درآ. مادرت که باز خوراک را تیار کرده. بیایید رفتیم. مرحمت. İşte Tom. Gir Umar'cığım. بخیر است انشالله. من میبینم. مرحمت. خوش آمدید. آرام باشه دمک. خودش چی گفت؟ تو کاردار مشا مویلب. گوش کن جوان مرد. اگر باری دیگر تو را همراه دخترم بینم به نام خدا دنیا را برای زندان میکنم. فهمیدی؟ گوش کنید امک حمزه. شما میدونید که نیتی من خالص است. من نیتت کار دارم. پسرم تو گپ نگردان. خوب گوی رو. در رو بروی کلانه ها هستند. ناحرمتی نکن. امک شما نادرست فهمیدید. نیت و رفتار هارون خالص است. این خیلی زورآوری کردن لازم نیست. فهما. معلوم که بر ضد ما برآمدی. حیفی تو که امکات را مانده بیگانه را سرگیری میکنی. حیفی تو. این مویلبدار کایها خونش را عوض کرده دشمنی ناموسمان را با خود دوست کرده است. امک جان من گپم را گفتم. یک باری دیگر تکرار کنی دنیا را برایت سیاه میکنم. و مقابل عدلگی ها نبرا. پشیمان میشوی. امک فراموش نکنید من هم عدلگیم. پس تو هم پشیمان میشوی. راگت این کدام حرف است؟ این. این باشد جیم. آفرین. ب ت انا اینش ب ت س. دخترم با من هم حرف رو یاد نمیدهی؟ به همین سن و سال رسیدم و اکنون پشیمان شدم که چرا در وقتش ناموختم. خوب ینگه جان. سن و سال مانع شدن نمیتوانم. مرحبا. نباشد وقت را از دست نمیدیم. شما هم با ثروت تکرار کردن گیرید. فهمیدم. این الف الفی خطیچه ما؟ نه بیبی جون این حرف است. باز من فکر کردم که خیر جاهلی همین است. یا خدا از مادرش به اجازت گرفتم. دخترت رو روان کن گفتم. خیر دوام میدیم. الف ت ب س س این یک باری دیگر برای فراموش نشدن سر کجا رود
پاهم همانجا میرود. اینش چی بود؟ پولم را که میخواهی حرمتم را هم به جو میاری آقای فکرت. ثروت رو من دست میدهم نه اینکه او. فراموش کردم. جی با یادم نامد این کدام حرف بود؟ ثروت. علی تکرار میکنی؟ علیا این چی به حرمتی است؟ سرداری آیله از در میدر آید تو باشی خوش آمده تقا هم نمیگویی. ای تو با پدرم قصد داری؟ میبخشی فکرت. ثروت رو درس میدادم. در اومدن تقایم را نفهمیده ماندم. حاضر از تقایم عذر میپرسم. ای با من گوش کن. تو این کودک رو اسیر گرفته ها؟ از تو زیادتر پدرم با او حق دارن. درس رو هم از او پرسیده میدی او تربیه رو هم فهمه؟ با جای می نداری تنه میزنی ها؟ چی درس میدی ها؟ کلامی خدا در این ضرر دیدایی مگر؟ با جای تشکر با او جنجال داری. این کودک نبیره هوشیمی عدلیگی هست. او چی خیلی که خواهد نبیرهش را همان خیل تربیه میدید. نبیره هوشیمی عدلیگی تو امروز از او یگون حرفی آموخته است. کنی بگوی فکرت اقلا یگون رفتاری نمونگی بابایش رو دیده است. اما فرق ندارد. اگر باری دیگر به حرمتیت رو نسبت پدرم دیدم یا شنیدم. فکرت من که به حرمتی کردم؟ همون کار نگردان. از این پس این کودک بیرون از درسش دائما در نزد بابایش می ایستد. از اون راه زندگی رو می آموزد. مالش پدر جون من در نزد بابایم می ایستم. فقط دیگر مادرم رو نزنه. زیق نشه. گریه نکن دخترم. مرد این خانه همین خیل هیچ یادم نشده. آن همین خیل بازم دست میبردم. بیا. ما رو به این حوال انداختند. باز به خانه مانده هجوم میکنند. به همه این چه طاقت کنم؟ پسرم از برای خدا نشسته فکر کن. او هم پدر شاید خوبی دخترش رو میخواهد. مگر همین خیلی میشود خوبی. چندین بار شد استیده رو میزنم. میزنم؟ آرام شو هارون. قهر راه حل مسئله نیست. خیر دیگر چیکار کنیم اکای عمر؟ خوب به خوبی شد نشد بازابانه باید با اونو حرف زد که فهمند. هارون پسرم خواهشت کاری خیر است. با رازگی اویله دار شوید بهتر است. غیر از این او حالا در مکتب میخونه فکر آینده رو میکنه. همین طور نیهوریه؟ مایلش من انتظار میشم خلای را. همه تون شاهید. جوی سراسیمگی نیست پسرم صبر کن. اپا احوالمان چی میشده باشد؟ پدر و مادرم رو فکر میکنم. آنها مراتبه هم عاشق شده باشند. نفری رو دوست داشته باشند. عاشق شدند لیکن شاید فراموش کرده باشند. برای همین بیا تا به یاد آوردنشان طاقت کنیم. اپا با تو یک چیز میگویم لیکن با کسی نگوی مایلش. اگر پدرم روزی نشوند ما میگریزیم. چی ها میگویی سیده؟ پدرم تو رو میکشند. اپا ما مثل شما نیستیم که تو روزی شدنشان طاقت کرده شینیم. روزی نشوند ما میگریزیم. میگریخته است. کنی یک گریز بینم. چخیلی که میبینید اما جان آب در این خانه ایستاده نمیتواند. یعنی قرارت قطعی است تو میروی عمر؟ پگاه پدرم مرافعه دارد. با او چخیل میگویم نمیدانم. کار که یک طرف شد زود میروم. پسرم سبب اساسی از اینجا رفتنت را نمیگویی؟ شنیدم که سببش سرمه است. راست؟ اما با کدام سبب از اینجا رفتنم مهم نیست.
و اینجا آمدنم خطا بود. برای همین بیایید این موضوع را محکم میکنیم. محکم کنیم یا اینکه بالایش را پوشانیم؟ چی گفتنید اما؟ حقیقت را نمیدونی عمر. بله، بعضی چیزها را نمیدونی. اپا دنیا همه خیلی سوخته شده است. عاشقان باید از آب کشند. تو چی کار کردی اپا؟ حقیقت رو به اکای عمر نقل کردی؟ دوغن چی فریب تو رو فهمیده باشد؟ به اکای عمر حقیقت رو میگویی یا نه؟ کم گپ زن و گوش کن. هر آن کس که مرا از تو دور کردن میخواهد نیستش میکنم. چه خیلی که امروز یعقوب را نیست کردم. اپا یعقوب چی شد سیده؟ یعقوب را ماشین زده گریخته است. حاضر در بیمارخانه. زده گریخته است. گفتن نمیتوانم زیده. آنچه که به سر یعقوب اومد، اگر به سر عمر آید دیگر زندگی کرده نمیتوانم خواهرکم. نمیتوانم. اول من همه از سرما سخت رنجیدم. بعد سببش رو فهمیده او رو بخشیدم. سببش داغن باشد کاری دل است. خدا بختشان را دهد. عمر باری فکر کردی که داغن به حبس میرفت چی میشد؟ او نزد پدرت میرفت. سرما فهمید که اگر داغن پدرت را یابد او را زنده نخواهد ماند. برای همین داغن را از آنجا برآورد. همش همین. نخواد. این طرف کار را فکر نکرده بودم. گذشته ها دائما میگفتن حادثه را پیش و عقیبش را باید دید، وگرنه بصیرتمان بسته میگردد. بصیرت من هم بسته شده است. در این موضوع بعد فکر میکنیم. وای شما خونه رفته استراحت کنید. در نزد یعقوب من میستم. میله شبت خوش. شب خوش. مانده نباشید همشیره. تشکر دکتر. شب بخیر. یعقوب چرا همه چیز اینقدر پیچیده؟ از درون حادثه ها برآمده نمی شود. حیرانم. نمیدونم به کی باور کنم. میدونی مرا از همه زیاد که میسوزاند؟ سرما. از آن روزی که خودم را شناختم او را تنها نگذاشتم. نه در روزهای بد نه در روزهای خرسندیم. من و دایم یک جا بودیم. اکنون دردی از همه زیاد رو میدهد. به نظرتان بیماری آمده است. یک میدیدید. سرما داغن را دوست نمی‌دارد. برای تو کرد همه چیز را. سرما تو را دوست می‌دارد عمر. حمزه بسیار فکر نکن. پدری دختر بودن بسیار دشوار است. خودمان تنها از عهده‌اش نمیبراییم. منه داغن به ما کمک میکند. جیانش را صاحبی میکند. تو بسیار غم مخور. وظیفه همون ینگه.
امر کنید. کار بسیار جدی است حمزه. حتی فکری گریختن هم دارم. چی؟ تو این را از کجا فهمیدی؟ دیشب با سرمه صحبت داشتند. شنیدم. نشود میگریزم گفت. مایلش واقعا یک درس یاد آوردی. خدا نکند بر تو زحمت می شود. هیچ غم نی عمک. من هم فرزند شما به حساب می روم. امر کنید. زود که زده. حالا هم بیدار نشدی. این چه تنبلی ها؟ انا پدر نفراتو. آفرین فکرت، آفرین. این را حلال کردی. پدر این 400؟ نه 5. تشکر پدر. ثروت از گبی بابایت نبارو. فهمیدی؟ خیر من کار دارم. براری کار. بیا ثروتم بیا. برای آدمی کلان شدن خواندن بسنده نیست. اینجا شین با شرافت من. آدمی کلان خواهی شد اگر خواهی که آدمی بزرگ شوی. اول باید بازاری کردن را از خود کنی. دروغ باشد دروغ، فریب باشد فریب. چه این خیل با من نگاه میکنی؟ جای شاید دروغ گفتن هم صنعت است. بعضا دروغ چنان کار میگوید چنان به کار میگوید که حیران میمانی. حیران. بیا 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 بیا. گیر این را. گیر. این قدر پول را برای چی به من میدی؟ گیر این را. این وظیفه امروزه تو. امروز این پول را 2 برابر میکنی. با من 100 لیره میاری. چه خیلی میکنم بابا؟ چه خیلی میکنی کود؟ درسی اولت همین. چه خیلی که گفتند تا به دریا نفتی شناوری رو نمی آموزی. خوب فکر کن. اگر به پدرت گویم که ثروت خواهشم را اجرا نکرد، مادرش گپ یاد داده است، میدانی پدرت چیکار میکند؟ مادرت رو میزند. فکر کن هم مادرت رو خلاص میکنی هم برد میکنی. برای مادرم میکنم. آقای هاشم زود باشه به مرافعه دیر نکنیم. حاضر میرویم. نه خون باز مادر جنجال نکنه. فهمیدی؟ فهمیدم. توبه تخم رو فراموش کردم. حاضر. حکم کجاست مادر جان؟ دخترم تو رویت رو شستی مگر؟ نه نشستم بیبی جان. این خیل نمی شود. کنی رفته رویت رو شوی. آدم که سهر خیست باید رویش رو شوید. کنی. ثروت در نزد بابایش به حضور می شود. چیکار کنم ینگم؟ چیکار کنم؟ من تو رو میفهمم دخترم. با هاشم 40 سال است که زندگی دارم. چگونه خوین و فتنه‌کار بودنش را میدونم. همه هاشم را کوزه پوش میگویند. در اصل این بار در کتفی من است. اول هم میخواستم مقابله نشان دهم. بعد دیدم که نمیشود، به خدا حواله کردم. دیگر چیکار کنم؟ میدونم که در بدی هاشم ایستاده نمیشود. تقوی مرا از اول کلین کرده نمیخواستند. فکرت که مرا دزدید.
مجبور راضی شدم. خطا از اول بود. راست دخترم. گویا که پسرشون رو دوست دیده باش. زیخ نشو دخترم. برای هاشمی کوزه پشت خودت رو عذاب نده. او به این نمیارزه. انا سوستم میمی جان. آفرین به دخترم. آفرین. زیبایکی من. تنیز گذر نهاری میکنی. بیو. فکرت آمدنت را دیدم، اما مرا با گپ گرفتند و نزدت آمدن نتوانستم. با خیر است در این جای ها در این ساعت؟ از اینجا میگذشتم، گفتم یک تو رو خبر گیرم. اگر یگون کار نداشته باشی پس بیا با یگون جا رفته خوراک میخوریم. مایلش؟ مایلش با جون و دل میرویم. عمر میبینی که تیاری جدیدی داریم. ادوکت حالا هم کار کرده ایستاده است. اگر نافهمی نشود انشالله پدرت میبراید. انشالله همک، انشالله. پسرم تو بهوده کارت را پرتفته آمده. تو دکتر کارت جدی است. بیماران تو را انتظارند. اگر خواهی رو از پدرت خواطر نشو. او به ما امانت است. نه همک، به هیچ کجا نمیروم. با دیگر دکترها مصلحت کردم. نوبت داری میکنم. باید در نزدیک پدرم باشم. ادوکت و نزدیکان علی عدالگی درآیم. بیا زود. سخن به حمایت چی؟ بر ادعای کرده شده یگان اعتراضی دارید؟ نسبت ادعای کرده شده یگان اعتراضی ندارم. موکلم گناه صادر شده را انکار نمیکند.
چی شد داغم میآید؟ نه ایزم را گم کرد. هارون دیگر طاقت ندارم. از فشار آنها بیزار شدم. کاری باید کرد. چیکار کنیم؟ یک بار دیگر میخوام خاله رو میانه را کرده فرستم. دیگر علاج نداریم هارون. میفهمی؟ مرا به تو نمیدهند. نمیدانم چیکار کنیم. هارون مرا گریزم. از اینجا میرویم. دیگر چاره ای نیست. نمیشود سیده. من مادر دارم. تو هم پدر و مادر داری. آنها از پای ما شوند. ولی مادرم چی میشود؟ او را پرتاسه رفته هم نمیتوانم. بس است هارون. یا مرا گریزم یا دیگر رویم رو نگاه نکن. تو در اینجا چی میکابی؟ شما چه ها میگویید؟ پدرم گناه ندارد. آرام شو. آقای حکم اشتباه شده است. از شما حقی گبزانی ندادم. اینجا مرافعه است. همان گم میزند که وکالت دار است. با این را اعتراض بیان نمی کنند. با خواست خود سخن نمی گویند. عمر آرام شو. همهش از روی نقشه. اما این چگونه نقشه است؟ پدرم حبس میگردد و شما خاموشید. همین است وقتی زورتون. سراسه من هستم جان. همهش را باید به تو میفهمونم. گفتم که همهش از روی نقشه. انجامی کار را دیده حیران میمونی. از تو میپرسم تو در اینجا چی میکابی؟ سیده کجاست؟ من از کجا دانم؟ پاسپانش نیستم. با من گوش کن پسر آهنگر. دنبال سیده نگرد. نباشد انا اینجا امضا میگذارم. لگت کوبت میکنم. فهمیدی؟ پدر عروسی آیندم را ناراحت نکن که نیستت میکنم. انتون از اینجا دفع شو. زودتر بخور شو. شما چرا این طور کردید؟ پدرم را حمایه نکردید. شما ادوکات یا پروکورور؟ عصبی نشو عمر. آقای نجدتم فکر خود رو دارد. نمیفهمم. گناه را روی راست قبول کردید. گوش کنید عمر. در این کار مجبور بودیم. محکمه موقتی است. باید پروکورور رو باور کنونیم. عمر پدرت رو با گناهی وسمی ادعا کرده. دلیل او خیلی زیاد است. گناه را اگر حاضر اقرار شود پروکورور قصد نمیگیرد. بهتر با مرور وقت ما دلیل ها را کافی نمیشماریم. با خدا ادوکات رو تبریک میگوییم با این گناهکاردانی‌اش. امیدوارم چیکار کردنتان رو میدونید. شما باور کنید آقای عمر. پدرتان رو نجات میدین تا بازدید. عمر این کس فقط شنواست. البته از ما زیادتر میداند. خیلی که گفتند عالم ورق را چپه هم میخواند. چپه هم میخواند. مثال با دکان مالی زیاد میارم. پدرم پولش رو یک لوخ میدیهم تو بعد اون رو یک تا میفروشم. تو با این 100 لیره چی رو یک لوخ خریده میتوانی که بعد فروشی؟ پس چخیل من اینقدر پول رو جمع میکنم. اگر اینقدر پول رو 2 برابر زیاد نکنم مادرم شطه میخورد. اگر من پول میداشتم با تو میدادم لیکن ندارم. یا اینکه کاش اید میشد و همراه پول جمع میکردیم. من از خودم رو هم با تو میدادم. من نمیدونم با تو چه خیلی کمک رسونم. خیلی من میروم. مادرم انتظار.
به اینها اید میگوید آیا ممکن باشد وزیر گیرم اید که شد جمع کرده بجایش میسوزند سرور چه حال داری؟ بد نه که فخری برای دیدن پدرت آمده اون نیست؟ سرور شربت ننوشی با من نمیروی بیا با کجا سرور؟ حاضر شربت میارم من نمی نوشم که فخری سرور اینجا بیا جنم بیا با این کودک ها مصلحت کرده نمی شود تو در میان حکم شو قربانتون شود می شود خوب مالش از او بپرسه مالش میپرسم من از اونها پول میپرسم و اونها به من نمیدیم آخیر اما که قربانت چی خیلی پرسیدن تو آن را هم بگویه مالش من میگویم که به من پول دهید روز چهارشنبه به دریا میروم ماهی که داشتم در بازار میفروشم و پول شما رو برمیگردونم اما که قربان شما به ما پول دهید ما هم می کارو میکنه نمیدیم عزیزم نمیشود من پول میپرسم اگر شما پول پرسه چرا ندهیم همین تاونه سرور وای اما که قربان عزیزم تو هم نمیشود میگویم که نمیدونم بگو نه نمیفروشن نه نمیخرن بیهوده قرض نگیرید مایلش عزیزم در دریا ماهی نمیفروشند و دکان میبرند و میفروشند پرنده رو در هوا نمیفروشند آخر دستگیر میکنند و میفروشند اما که قربان با فکرم شما این رو از ما خوبتر میدونید عزیزم این پول است معلوم نیست کی را در کجا و چگونه حیران میکنند شما هم را حیران کردید اما که قربان آخر شما باید امروز حکایه سه کودک که بعد از تولد گپ زدش نقل میکردید خیر مایلش پول رو که ندادید حکایه هم نیست وگرنه به شما نقل میکردم سرود تو رو ما آدمانی بیکار تو کار داری کارت که تمام شد باز بیا فهمیدی؟ مایلش چقدر زیبا خیلی قیمت بودگیست تشکر لیکن چی معقول نشد؟ نه معقول لیکن قبول کرده نمیتونم گفتم با تو یک هدیه خورده کنم اگر برگردونی خفه میشه خوب مایلش میدونی خیلی خوب میسرایی تشکر کار رو چی که آغاز کردی؟ من اصلا این کارم را دوست نمیدارم پس چرا کار میکنی؟ مجبورم از روی یک تهمت به این راه رفتم در محله آوازه شد که گویا با پسری جوان مناسبت دارم پدرم برداشت نکرد مرا از خانه راند اگر خواهی من بیرون برآمده یک منتظر کنم مایلش
میخوای با همسرتون عکس گیرم برای خاطره؟ تشکر لازم نه نگویشی خواهش میکنم بخوری اولا همان رو فراموش نمیکنیم مرحمت تبسم نگیرم نیتشون پروکورور رو باور کنونیدن من نفهمیده موندم دیگر ادوکات ها رو میپرسم ادوکات ها میدانند تو چه خیلی پسرم تعییناتم رو طلب کردم از محل رفتن میخواهند پسرم عمر جان چندین سال تو را انتظار بودم تا حال پدر و پسروار یک جانه نشسته صحبت نکرده تو اما چرا؟ اینجا برایم تنگ شد در همه جا نفرت رو میبینم دلم به حضور میشود خش و اقربا یک درد غیبت های مردم دردی دیگر برگشتنمان خطا بود پدر خودپرستیم را ببخش فکری در یک لحظه از تو جدا شدن علم آور است ولی راست میگویی اگر از اینجا نروی حیاتت به جهنم تبدیل می‌یابد لیکن بعضا میگویم که هرچی بادا بود باور کنید شما رو تنها گذاشته رفتن نمیخوام و باید بیروی لازم آید من در دلم سنگ میبندم مهمش صحت سلامت بودنت را شنوم بس است اگر خواهید هر دویمون میرویم آسان نیست پسرم انسان که پیر شد و خاک دیارش زار میشود راضی شوید پدر یک سنجیده میبینیم نه پسرم من پیر شدم هجرت را تاب نمیارم به تو راه سفید آفرین ادوکات امروز کاری نظر رسی رو انجام دادی زودتر این کار رو باید حل کنیم وگرنه به سرمون بلا میگردد خواطر نشوید آقای ادوکات خرمون را نغزکک گل مخ کرده مایلش برای کردن اتانیستی خدا میداند که اون پلها را به کجا تقسیم کردی وای 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 نبیره باباش چه خیلی کردی ها سری تجارت ها خوش رو یک بار آفرین اکنون به خونه روم ممکن بابا جان رفتن گیر کاری امروزت خوب ثروت چی شد؟ چرا سلام نمیدی؟ چی بیمار شدی؟ نه مادر جون کنی نقل کن امروز در نزد بابایت چی کار کردی؟ میلش بیا یک جا قرآن میخونیم میخوای؟
نمیدونیم چی کار کنیم. هر بار پیش پا میخورد. نمیدونم چی کار کنم. عینکت رو کجا کردی؟ گم کردی؟ در کجای ماندم نمیدونم. چی خیل گم کردی صدری؟ آخر به من گفتی به بالایش نشسته شکستی. چی غم میخوری؟ عینکی نو گرفتن دشوار نیست. چرا در نزد دکتر این گپا رو میگی؟ من دروغ میگویم مگر؟ ببخشید شما رو سر دکتر انتظار. خوب سلام استاد دعوت کرده بودید. مرحمت عمر دروشین. راستش از اینجا رفتنت مرا غمگین کرد. استاد شرایط تقاضا میکند. گوش کن عمر، من هرگز نمیخوام که تو بر این دکتر لیاقتمند را از دست دهم. من همچون سردکتر و همچون برادر طلب میکنم اینجا باشی. هیچ نباشد قرارت را کمی به تأخیر گذار. باز کمی فکر کن. خوب استاد فکر میکنم. خیلی خوب. به تو وظیفه نو میدهم. اصلا برای همین دعوتت کردم. با پیشنهاد محترم رئیس برنامه تعریضی نمودیم. شما همه گونه بیمارانی که سقوطی سلامتی ندارند به منزلشان رفته رایگان تشخیص میکنید. خیلی خوب با چشم. من همچنین تخمین میکردم. ببخشید دیر کردم. تشخیص بیمار وقتی زیاد نگیرید. هیچ گپ نه. مرحمت دروشین سلطان. من عمر را با برنامه خبردار کردم. عمر این کار رو با سرما همراه میکنه. با سرما؟ بله. خوبم آمد. امک قربان خوب هستی؟ اگر خوب نباشم چی؟ یگان کار میکردیم دکتریم. اگر دکتر باشیم بگو. فکرم بیمار است. چی کار میکنیم؟ فکرتون بیمار است؟ ها عزیزم فکرم. دارو داری؟ داروی فکر؟ این فکر میکنم. تو هم دکتری ها؟ بله. تو یگان دارو برای فکر داری؟ اما که قربان یعنی چی یعنی؟ به نزد دیوان پزشک رو؟ نه این طور گفتنی نبودم. اما که قربان فکرتون از که این جانب بیمار است؟ دکتر تو هستی؟ بیمار رو چی میپرسی؟ تا بیمار دردش را نگوید دکتر یاری داده نمیتواند. خیلی خوب. علاج را میدونی؟ گفته است که عشق را از شیطان، اطاعت را از آدم باید آموخت. همین است بیماری فکریتون. گوش کن پسرم، مادامی که دختری دردی بیمار را گوش کن. میبخشید امک قربان. شما با من بیایید. بیایید. بیاید اینجا شینید. گوش کنید. حلاج میگوید که شیطان در اول عاشق سخت بود، فقط حضرت آدم که خلق شد او رو به خود رقیب دانست. عشقش به قهر تبدیل یافت، به قهرش به عصیان. حلاج عشق شیطان رو همین خیل فهمیده است. تو چه خیال دکتری بی طاقتی. گوش کن اول. مایلشم گوش میکنم. در عشق متقابلی نقصان است. دوست داشتهش را با محبت محکوم میکنه. آن ملعون از چهارچوبه برآمده به الله تعالی میگوید که من هستم، چرا او را آفریدی؟ یعنی من شما رو چه خیلی که دوست دارم مجبورم همون خیل رفتار کنم.
یا سبحان الله. باز چی شد امکی قربان؟ چه میشود؟ میماند بیمار سخن گوید. ببخشید امکی قربان خاموش میستیم. چون این محبت انسان رو پیش نمیبرد. شاخ شده میستی یا اینکه به قعر زمین فرو میروی. لیکن حضرت آدم باشد نازوبینی کرده اطاعت بر امر نمود. از جای افتیدهش راست شد و برش علا رفت. اطاعت بر امر از عشق بالاست؟ عزیزانم دکتر شمایید. من یک بیچاره فقیر. امکی قربان شما از ما عارفترید. چون دعا میگذرد انشاءالله من از دوستم میگویم اگر نازکی اطاعت بر امر درک کرده شود عشق با محبتی بی نقصان تبدیل می‌یابد. آن وقت در آن قهر و رنجش دیده نمی شود. امکی قربان و مثل گفته شما من نازکی اطاعت بر امر را درک نکردم و به محله آمدم. خیلی خوب خوش آمدید نوری دیده. بینید امکی قربان خوش نآمدم. از اقربا دور شدم. بر جانم دشمن خریدم. چاره چیست؟ برآمده رفتم. این را کی قرار داد؟ من قرار دادم. یعنی خودت به خودت امر دادی؟ بله. پس درک نازکی اطاعت بر امر کجاست؟ چه خیلی امکی قربان؟ اینجا آمدید سخن گوش نکردید. درک نازکی اطاعت امر نیست. همه چیز در میدان. همه کشتهش رو جمع میکنن. بس خودسرانه ترک کردن چی معنای دارد؟ و خواستی خودت گشت و گذار در میدان چی معنی دارد؟ از برای خدا بگویید گپ از بیماری شما سر شده و کجاها آمدید؟ چیکار کنم؟ در دستم نیست. یا تو یا دکتر سرمه یا منی غریب. فکرم ریختن میگیرد. میترسم که در عشقم شیطان میدرد. میترسم که معیار و توازن را ویران میکنم و میفهمیدگی شما اگر فکرم از بیفکری بیمار است. نادان از صحبت نادان لذت میبرد. به دیوانه دیوانه نازیم کبوتر با کبوتر باز باز. پسرم زمستان آمده همه دود برا رو تازه کنیم. درونش پر است. هارون خاطر نشوید تازه میکنم. پسرم به کجا میروی؟ وقتی عمل کردن هم آماده است. با نشستن کار بود نمیشود. پسرم یکم کاری بد نکنی آخر. توبه گوید مادر جان توبه. کدام وقت من کاری بده کردم که چی کنم برای خوشبختی همون. با خواست خدا انشاءالله همش خوب می شود. میدونی عمر این خیلی کاری خیر است چون که قسم زیادی بیماران از سبب نداشتن سقوط اجتماعی به ما مراجعت نمی کنند. بله برای ما هم یک دیگرگونی شد. در بیمارخانه تا شب نشستن دلگیر کننده است. خوش باشید. مادرت بیمار شد. مرحمت داره.
التماس ناراحت نشوید خاله جان. ما به مهمانی نآمده ایم کو، برای تشخیص آمدیم. کمی قامتتان را راست کنید. آن همین طور. این خدمت رسانی رایگان است. بچه ها سراغه بیماران را گرفتند. برکه عبید. ثروت گفت که شما آیله‌دار میشوید، نصیب باشد توی کس. بس کن پسرم، ای بس. به شما دارو می نویسم. انشاءالله در 2-3 روز شفا می باشید. خدا شفا دهد. اکا اومد، بابای واحد در کجا؟ چرا پرسیدی؟ برای گرفتن این داروها از بابای واحد پول میگیرم. بابای واحد برای هر یک سوره اذیت کردنم پول میدهم. داروها رو فکر نکن، ما خودمون میگیریم. بابای واحد رو دیدن میخواهی؟ ای دختر گوش کن. لابد سعیده چرا نبرآمد؟ سعیده امروز به دست نامده است. این دختر کجا شد؟ حالا بیاید من چیکار کردنم رو میدونم. چی شد آقان؟ سعیده در هیچ کجا نیست؟ ینگه من سعیده از چشمم ناپدید شد. چه خیل داغن یک دختری کلان ناپدید شد؟ در نزد مکتب انتظار شدم لیکن نبرآمد. پرسان شدم مکتب ناآمده بوده است. داغن باز هر دو نگریخته باشن. خدا نشون نده. کلیستو یک طرف ایستو. هرمز یک چای بیار. حلیمه باز چی گفت شد؟ حمزه این دختر چی کاری کرده است؟ وای چی کار کرد؟ تا حال به خانه برنگشته است، به مکتب هم نرفته است. باز نگریخته باشه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آفرین پسرم، آفرین به تو. این حق حلال تو. تشکر بابای واحد. بابا چرا برای اذیت کردن سوره اینقدر پول کلان میدید؟ این رو نادرست فهمیدنشون ممکن. اکثر این کودک ها کم بضاعتند و احتیاج دارند. فکر کردم چگونه نرنجانیده به عزت نفسشان نرسیده کمک کنم. نمیخواهم که زیر مینت کسی بمانند. همین تا فکر کردم درست است یا نادرست است نمیدانم پسرم. لیکن در میان آنها کودکانی دارا نیز هستند. به آنها هم میگم با این بچه های بی بضاعت شاید نرنجند. آنها کودکند. هدیه یک چیزی است که بچه دارا هم شاد میگردد و فقیر هم. مگر تو در روزهای عید ایدی پولی نمیگرفتی؟ ای پسرم برای نرفتنت چی کار کنم؟ چی چاره یابم؟ از فرار کردن هیچ چیز عوض نمی شود.
اگر دشمنی با رفتنت بس شود پس بیا با هم از این محله می رویم. تقدیرت در همینجا باشد و فرار کردن چه حاجت. راست میگوید. بابا این تنها در فکرم بود. کارهای ناتمام بسیار. تا تمام نکنم نمیروم. خیر بابا جان من روم. آش صدری خودت رو احتیاط کن. خدا نشان ندهد. تشکر. از تو یک چیز میپرسم. شبی کشته شدن رمزی در همونجا بودی؟ چی؟ من در آنجا چیکار میکنم؟ چرا اینطور میگویی؟ کارگرها را خبر گیرم. روز جنایت اونجا یک عینک شکسته بود. راستش رو بگو، در این کار تو هم شریکی. بگو چی شد آن شب؟ التماس بگو، تو هم آنجا بودی. صدری تو اینجا چیکار میکنی؟ صحبت داریم امک. حاضر وقتی صحبت نیست. کار از بوی سرمزی کارگرها تو را انتظارن تو باشی صحبت میکنی. امک اجازه دهید، این خیلی مهم است. چه مهم بوده است؟ با من بگو. رو تو از پس کارت چاو. بیا جانم بیا شیم. یکان خوراک فرمایم. بیا. خوراک خوری ناآمدم. نباشد با صدری چیکار داری؟ با من بگو. صدری یکان به حرمتی کرد. حاضر او را دیست از در بیرون میکنن. من او را آگاه کردم که به عینک کار نکند. باز یکان حادثه رخ ندهد. راست میگویی. من هم باز آگاهش میکنم خاطر نشو. صدری چرا عینکت رو نمیمانی؟ برای اون که عینکم رو دیگر میکنم سپارش دادم از مرکز میارن. این کار رو زود حل کن. تا نزد این کودک گمان بر نشویم. انسان ها نمیفهمند، موافقه نمی کنند. شاید گوش کردن را ندانند و یا تنها چیزی میخواستگی خودشان را شنیدن خواهند، حالانکه حقیقت یک است. حقیقت چنان پرقوت است که با نگاه مردم عوض نمی شود. چقدر برای تغییر دادنش کوشش کنند هم بیهوده است. نبیره باباش. بعضا حقیقت چنان است که کسی نمی بیند. بعضی حقیقت است که بر دیدنش دل قوت نمی کند. مرحمت پدر. تشکر دخترم. و مثل بلبلی توت خورده میشینیم حمزه؟ نگاه کن ساعت چند شده است، حالا هم دختر نیست. فرمان دهید سگ رو رفته یابم. اول انیق کنم که وای دخترم را دزدیده است یا نه. اندکی صبر کنیم. اکا چی؟ سعیده گم شده است. هاشیم نپرس، شرمنده شدیم. هارون دخترمان را دزدیده برده است. در نشده این سگه که سعیده را دزدیده است دستگیر باید کرد.
بیایید به خونه‌شون میرویم. اما که هاشم راست میگوید. دست و پایمان بسته نیست. این سگ را به آسانی دستگیر میکنیم. از کجا میدونید که هارون دزدیده است؟ سعیده به خانه ناآمد گفته او را گناهگار میکنید. شاید به خانه دوگانه‌اش رفته است و خبر دادن را فراموش کرده است. این خیلی نگو. که دیدی که سعیده به خانه دیر آمده باشد؟ یک به ساعت نگاه کن چند شده است. راست؟ خیر فراموش نکنید که هارون به محله برگشته است. ساده نشوید که اگر شرمنده شدن نخواهید دختر را باید یابیم. استیل من حیدر رو دیدم، گفت که هارون ماشینش رو از اون موقتا گرفته است. شاید انیق است که هارون دختر را دزدیده است، اما که همزه وقت بیهوده می رود. این بچه از تولد شدنش پشیمان می شود. رفتیم همه می رویم. آقای جان بیا بازی کنیم. ثروت با تو چی شد پسرم؟ چیزی راز من پنهان می‌داری؟ کنی بگو. مادر جان من چی؟ من خواب دارم، خوابم اومد. شبت خوش پسرم. خدا جان مرا ببخش، من دزدی کردم، ببخش. این رسمی پدرم. این خوراکی مادر جان؟ کنی به من دهی؟ روبیا وقتی از خانه بر آمدنش رنگ و رویش پریده بود، حالا هم ناآمده است. خواطر نشوید، هارون کودک نیست، حاضر میآید. کوش که نزد سعیده نرفته باشد. انشالله گمانی من دروغ میبراید. او کودک نیست که دیده و دانسته به سر همه ما مشکلی آورد. او برای دوست داشتهش همه کار رو میکند. برای هارون سعیده یک طرف، دنیا یک طرف. هارون برو برا بیاد مرد باشی برا برو برا برو برا بوریا خالا بوریا باشید بوریا خالا خدای توبه خودش چه گپ است؟ برو